ولیکن 590 سوم 600 سوم 10 سوم میگردم 590 سوم خیلی گوهاتی که میرم آوانس میگیریم و همینجا قرض میگیریم میام ای سر ولیک میگیریم خیلی گوی میشه چه زندگی وازمین باشه زندگی که وازمینه گوی اویلام غرغر میکنه اینش مونده اگه ایش نرسید و ایش مونده خیلی میگم جلو چخیلی که بو میرم قرض میگیریم همینجا این سری پولم این ساکنی ناحیه رودکی 7 فرزند و 2 نبیره دارد. با اهل خانواده در خانه خرد زندگی میکنند که فقط 2 اتاق دارد. پسری کلانی و دامادش در روسیه هستند و در یک ماه 2 یا 3000 روبل میفرستند. بار روزگار را اساساً سروری خانواده رستم میکشد. پاسبان است و $75 میگیرد. مزدی که برای خوراک هم کافی نیست. پسرچه کلانی سیفیدار تمام کلا رفت روسیه. 4 سال رفت اومد خیلی کمتر زندگیمون بهبود شده بود این کارت رفت دیگه از کار نیست و هم بیکار های پسرچه دیگه من 18 درآمدگی 12 رسته ولی کار نیست کار کوفته سر نمیواکن بنابر تنگی روزگار نمیتواند فرزندش را به دانشگاه فرستد و صاحب کسب کند. برای همین پسر بزرگش در روسیه به کار سیاه مشغول است. پسر خردی نمیتواند در وطن شغل مناسب پیدا نماید. عین زمان 5 فرزند دیگر نابالغ از 7 تا 15 ساله او نیز به وایه میرسند و رستم از آینده آنها نگران است. بابا شامیروف 5 فرزند و 4 نبیره دارد. عائله او از حساب نفقه تقریباً $40 روز میبرد. گاهی دامادش از روسیه پول میفرستد. پسر باباشا شغل دائمی ندارد، بعضاً با پدر مردی کاری میکنند. پول یافتهشان تنها به نان و کارتوشکا میرسد. بر طبق آمارها در تاجیکستان به هر زنی از 16 تا 40 ساله که قابل تولدند تا 4 فرزند راست می آید و محض اینها به قشر کمبیزات جامعه داخل می شوند که حالا 30% را تشکیل می کند. در چنین عائله ها بنابر ناآگاهی عمدتاً از موادهای پیشگیری حمل استفاده نمی برند. تولد بدون فاصله برای به دنیا آمدن کودکان ضعیف و میزان بلند مرگ و میر باعث می شود. معمولاً مرگ بر محل کودکان را چنین قبول می کنند: خدا داد خدا گرفت. همه همین رشد اقتصاد به اون آورده میرسوند که تولد کودک کم می شود در آینده. از برای چی؟ برای که زن حقوقی پیدا میکند، خواهش خود را بیان کردن میتوند، مرد حالت اقتصادی خود را به نوبت میگیرد. عائله همه طرفی همین تولد کودک رو یک بار فکر میکنند. تاجیکستان کشوری کوهستانی است و از این سبب امنیت غذایی مسئله فوق‌العاده مهم به حساب می رود. مقامات میگویند با همین سرعت افزایش اهالی تا سال 2020 اهالی به 10 میلیون نفر می رسد و چنین افزایش تامین امنیت غذایی را زیر سوال می برد. اهالی تاجیکستان در دوام 50 سال اخیر قریب 3-4 برابر زیاد شدگی و فکر کنم در سال موافق آمار ما سال 1990 مثال میگیریم اهالی تاجیکستان با 5.5 میلیون برابر بود. حاضر باشد موافق آمار دولتی با 8.3 میلیون رسیدگی. یعنی قریب که از سال 1990 تا این دم قریب که 40% زیاد شدگی. حکومت تاجیکستان یک راه کاهش کمبیزاتی را در تنظیم روند دموگرافی و کاهش تولد و به نقشه‌گیری عائله می‌بیند. سرعت افزایش اهالی هرچند سست شده است ولی در منطقه تاجیکستان از این نظر پیش صف است.